توزیع بیش از 1.5 میلیون افغانی برای صدها گدا و افراد بی‌وضاحت در شهر طالقان از سوی حکومت. مسئولان در مدیریت عمومی مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه تخار میگویند که به ادامه مساعدت‌های نقدیشان این بار به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان برای 300 گدا و افراد بی‌وضاحت پول نقد توزیع کردند. به گفته آنان این برنامه بر اساس فرمان زعیم امارت اسلامی در کنار مبارزه با مواد مخدر بخشی از تلاش‌ها برای کاهش فقر، جلوگیری از گدایی و فراهمسازی زمینه بهتر زندگی برای خانواده‌های نیازمند در این ولایت میباشد. دغه پروسه زموږ الحمدلله میاش په میاش وی او دا چې د تقریبا 15 لک روپۍ دا دوره 15 لک روپۍ راوړي دي او پاینده کې بیا نور موږ سروې کوو، نور کسانم سفتو نو چې څومره موږ تلاش کوو چې دغه د سوالګرو پروسه کم شي او د هغو لپاره میاش په میاش موږ پیسې زیاتوو. این روند خوب است برای انسان‌هایی که نفوسشان مثلا کم است و زندگیشان بالاخره به عادی پیش میره، برایشان تکاپو است و برایشان مشکلشان رفع میشود و بعدم تقاضای ما بالاخره از شهروندان می است که برای این مسکین‌ها فقرا اغنیا باید کمک بکنند. در همین حال شماری از دریافت کنندگان این کمک ها ضمن استقبال از این اقدام حکومت خواهان ادامه چنین برنامه ها و توجه بیشتر نهادهای مسئول به وضعیت اقتصادی افراد بی‌وضاحت در تخار شدند. ازشان خوشحالی میکنم چون در زندگی هر کس پست و بلندی را دارد، چون ما خرج خانواده خود را برای فعلا تامین کردن نمیتوانیم. یک چیز ناچیز برای ما کمک میکنن، برای همینم راضی هستیم الحمدلله. در امارات خوش هستیم. خدا دیگه ما مردم دیگه ما مردم کمک بکنه، خدا عمر زیاد کنه. یعنی ما مردم امی پیسه را میت 50,000 روپیه ارد میگیریم، واقعا میگیریم، 6 تا اولاد داریم. گفتنی است مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه تخار به اساس فرمان زعیم امارت اسلامی در ماه گذشته نیز برای بیش از 200 خانواده گدا و افراد نیازمند پول نقد توزیع کرده بود که این مساعدت ها برای هر فامیل مبلغ 5,000 افغانی به گونه ماهوار توزیع می شود.